علی کریمی از تیم استیلازین هم اخراج شد. خبرهای منتشر شده حکایت از اون داره که کریمی در سر تمرین با برخی از مسئولان باشگاه استیلازین درگیر میشه و علیه اونها و مسئولان فدراسیون فوتبال الفاظ نامناسبی بیان میکنه. حالا ببینیم اصل ماجرا از چه قراره. با توجه به مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، متاسفانه جناب علی کریمی در یک تمرینات اصرار داشتن که در ملأ عام و در زمین به خوردن آب بپردازن، با توجه به اینکه مسئولین زیرات به ایشون تذکر میدن که این کار رو نکنه. ایشون متاسفانه با فحاشی و با اهانت به مسئولین سازمان لیگ و فدراسیون بیان میکنه که اگه میخوان محروم کنن من رو محروم بکنن. با توجه به این دو موضوع ایشون رو در باشگاه خودمون سرپوش بگذاریم و او رو مشکلاتی به وجود آوردن نبینیم. طبیعیه که در 7-8 ماه گذشته که من آمدم ایشون و گروهی که فعال بودن به هر حال به باشگاه استیلازین آسیب برسونن و طبیعتا هم تا حدی موفق بودن، چون ما سال گذشته نتونستیم به اهداف خودمون برسیم. میتونست یکی از دلایلش جناب آقای کریمی باشه. البته این علی کریمی توی اتریش هم با مسئولین تیم ملی دعوا شد و از این تیم هم اخراج